قبول داریم این شخص مشکل روانی داشت، ولی کسایی که استاد شدن ضد قرآن، کسایی که استاد شدن ضد معتقدات مسلمان ها، به نام عبدالشیطان یکی مرتد شد، به نام دیگه مرتد شد، به نام دیگه مرتد شد، حتی دوباره باز گفتن که مشکلات روانی داشته. میبینیم که در میدان هوایی یکی از کشورهای غربی در اوجا این مشکلات روانی استقبال میگیرن و گل به گردنش میپرتاوند، باز مشکلات روانی پیدا میکنن. جور بعد از اون گفتن نه مشکل روانی داشته. یک جا گفت که نه سه بس پیش من یک اشتباه شد، اصلا من یک عقیده نداشتم، از فیسبوک اینمی چیزها را من توضیح کردم به جوانا، این گپ خودم نبود. وقتی زیر فشار مردم میان و یک علت دیگر هم میکشن. درست است آنچه ارتباط میدونه با ارگانهای عقلی و قضایی. گرفتار کردن یک مجرم توسط پلیس و سارنوال فرق میکند با اینکه ملت او را میگیرد. یک گروه که مردم است.